آیا تا به حال دقت کرده اید که بعضی عادتهای روزمره می توانند چیزهای زیادی درباره شیوه فکر کردن یک فرد نشان دهند؟ بعضی روانشناسان معتقدند هوش فقط به میزان اطلاعات یا نمره آیکیو محدود نمی شود، بلکه به نحوه فکر کردن، واکنش نشان دادن و برخورد با مسائل روزمره هم بستگی دارد. پس هنگام تماشای این ویدیو ببینید چند مورد از این عادتها را در خودتان یا اطرافیانتان میشناسید. عادت اول، بحث کردن قبل از اینکه واقعاً گوش بدهند. افرادی که قبل از درک حرف طرف مقابل شروع به بحث می‌کنند، معمولاً تحمل شنیدن دیدگاه متفاوت را ندارند. به محض اینکه با نظری مخالف روبرو می‌شوند، حالت دفاعی می‌گیرند، حرف دیگران را قطع می‌کنند یا از روی احساسات واکنش نشان می‌دهند. هدفشان فهمیدن موضوع نیست، بلکه می‌خواهند ثابت کنند حق با آنهاست. عادت دوم، تقلید کورکورانه از دیگران. این افراد به جای فکر کردن و تحلیل کردن فقط از جمع پیروی می کنند. اگر چیزی در شبکه‌های اجتماعی ترند شود، بدون بررسی دنبالش می روند. اگر همه از شخصی انتقاد کنند، آنها هم همان کار را انجام می دهند. تفکر مستقل و نگاه انتقادی در رفتارشان کمتر دیده می شود. عادت سوم، مقصر دانستن دیگران برای همه مشکلات. نمره بعد، تقصیر معلم است. موفق نشدن، بدشانسی بوده. سالها تنبلی، تقصیر جامعه است. چنین افرادی به جای پذیرفتن مسئولیت و تلاش برای تغییر، همیشه به دنبال بهانه هستند. عادت چهارم، وابستگی به لذت‌های فوری. ساعتها اسکرول کردن در شبکه‌های اجتماعی، تماشای بی‌وقفه ویدیوهای کوتاه یا دنبال کردن سرگرمی‌های لحظه‌ای مغز را به دریافت مداوم دوپامین عادت می‌دهد. در نتیجه، انجام کارهای سخت و نیازمند تمرکز روز به روز دشوارتر می‌شود. و اما نادرترین عادت، عادت پنجم، فکر کردن به اینکه همه چیز را می‌دانند. افرادی که تصور می‌کنند همیشه حق با آنهاست، به ندرت اشتباهات خود را می‌پذیرند، نظرشان را تغییر می‌دهند یا رفتارشان را بررسی می‌کنند، در حالی که یادگیری واقعی با فروتنی آغاز می‌شود. در نهایت، افراد باهوش کسانی نیستند که ادعا کنند همه چیز را می‌دانند، بلکه کسانی هستند که همیشه آماده یاد گرفتن، پرسیدن و بهتر شدن هستند. حالا نوبت شماست. از بین این 5 عادت چند مورد را در خودتان تشخیص دادید. عددتان را در قسمت نظرات بنویسید.